الحمد لله العظيم الصلاة والسلام على نبی الكریم. اما بعد دوستان و سروران گرامی، خصوصا جماعت المسلمین، حدیث مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الدین و النصیحه، دین سراسر پند و نصیحت است. امروز ما پند و نصیحت بر جوانان شریف و غیر تاجیکستان و مردم تاجیکستان مراجعت دارم که امروز افرادی پیدا شدن به مانند اسکندر مدنی، عبدالظاهر دایی و عقیده خود را صحیح و درست میدانند و عقیده ما را باطل میدانند که نادرسته. امر معروف شرط نیست آیت بیاری حدیث بیاری. اینای او جسدیدگی اینا کشه بهش مقتیردگی جلو میویکو یا کینای چیره عجوز کم پیره با چشم گیره میکنه که امروزی که زنش رفت یه هفته بعدم خلیش و بوله اخی باید وقتی که دل نقص دیده را همین که کینو دا دیدین، همین که کینو و شکی را تماشا کردین چی روزا را اولی همین شما عبرت نگیرید. وقتی که دل نقص دیده را همین که کینو دا دیدین، همین که کینو و شکی را تماشا کردین چی روزا را اولی همین شما عبرت نگیرید. اگر یک کس مرا سوال کرد که مثال همین نفرهای مثل همین ابو محمد، ابو اسامه یا امثال همین کدامش باشد، اگر برنامه همین رفته است یا نوار همین را تماشا کردن یا یک کینوی ایندیسکی را تماشا کردن کدامش خوبه؟ برادرای عزیز، اگر چند در همون کینوی ایندیسکی یک زلال باشد، در برنامه یا را تماشا کردن دو زلاله. در ایندیسکی تماشا کردن کینوی ایندیسکی یک زلال همیه که دروغی بسیار داره، وقت ضایع می شود. لیکن در برنامه اینها را نگاه کردن دو ضرره، یکم وقت ضایع می شود، دویمش برادر عزیز عقیده های شما را که خیلی زمینه های دانش فهمیشتون که کمه در عقیده هاتون تاثیر می رسانند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه وقتی که انسان میرفته نامه اموش در بالای پیش خداوند میموندین، الله سبحانه و تعالی نامش پروندهش روی میکرده، در بالای هم پروندهش نوشته که فلانی نمازخوان روزدار بود، نیکی خطی اپا و خواهر اکا و دادرش قهر مون. خداوند اینقدر خشمگین میشده دوستش میگرفته خیلی میزده همون نامه را. خداوند اینقدر خشمگین میشده دوستش میگرفته خیلی میزده همون نامه را، میگفته که با فرزندی پدرش که قهر باشه این دیگه چی بندگیه؟ بعد الله گفت که بعد ای بزرگی خودش نامی پدر و مادر گفت ای مردم، من در بالا خدایم، در خانه تون پدر و مادر ای خدا. روز یک حدیث خوندم در تای پل صراط یک اژدها را 16 تا دندون داره، هر یک دندونش در میگه بالوش در 100 سال راه میره، اگر بغلطی دهنی همو داره. در یک حدیث میگه که در زیر همین پل صراط یک اژدها را دندونش قطعی 100 سال میشه و راه بره، در بالای همون راه میره، بغلطی در دونی دهنی همون اژدها میره. حدیث ای چی نیست. بعد گفت هر کسی را بگوی که این عرقی را به نماز خدا زده، این دیوس، این فلانه، الله هم که ناراحت میشه، میگه شاید رو من بخشیده باشم، توی بدبخت ترخیص باشی. تو چی حق داری یا بنده مرا محاکمه میکنی؟ او مرتده، او کافره، او فلانی. تو دل که نماز میخونه باید به نماز میبینه که میگه اگر به نماز او قریب نه، اگر به نماز پیش بده نشونه، به نماز چی نکن. یکی به نماز یا عملای دوره که تو نداری. تو نماز میخونی نگی در دل دیا سگ مردگه، خوک مردگه. این نماز نمیخونه نگی میشنوه که یک هم بغل همجا و محتاج نان و چه میره و چیزی در کسش میبرونه میتکه میره چی کرد دلم سوخ میگه. اگر تو حدیث بدونی، آیا حدیث نمیدونی که الله سبحانه و تعالی به همین بزرگیش بین گناه بنده و خودش میبخشد، بین بنده و بندهش بخشیده نمیتونه. یک از قرض گرفتی قرضش ندادی، تو اگر همون نبخشد خدا بخشنده نمیتونه. یک کس غیبت کردی، عزت نفس پس کردی، در ناموسش چنگ زدی، تو همون بنده نبخشد تو خدا بخشیده نمیتونه. تا از روز قیامت، از روز میعاد نمیترسی که در روز پیش جنت خداوند میگه که ای مدینه، من ترا چیزی بین ما و تو من ترا بخشیدم. یکی برای پیش جنت در شیخ پردیل استادگه، حاجی میرزا استادگه، دملای مطلع استادگه، ائمه اربعه استادگه، حافظه و بیدل و مصنوی استادگه، دیگر علما هستند که من خاک پای او نمیشم، او برات ببخشند بعد ببخش.
مطرح که میبخشم خدا بخشنده من یه حدیثه میدونم بخشنده را خدا میبخشه مطرح بخشیدم خطمو پیروتم بخشیدم من خفه هم نمیشم ناراحت هم نمیشم یکی مرا درد توحید نگفته یگان کسی که تحقیر کنین الله سبحانه و تعالی میگه هیچ که حق نداره یا بنده مرا تحقیر کنه هیچ که حق نداره حکم کفر و مشرکش بزنه تو کی هستی اگر حدیث میدونستی یا حدیث نمیدونی که رسول خدا گفت هر کسی یک بنده را بگه که خدا زده کافر مشرکی تو فلانی تو بینمازی تو فلان کاری کبیره را میکنی خدا تو را نمیبخشه تو دوزخی آیا نگفت رسول خدا ای بالا میگفته تو کی هستی که بنده مرا حکم میزنی شاید تو را من بخشیده باشم توی بدبخت نبخشم در حالی که عزیزان من عقیده او خرابه عقیده او باید بروان عقیده بخونن امروز ملاهای تاجیکستان سنگ میزنن که مرتدین مشرکین ناصبین خوارجین معتزلین همه او خودشون هستن معتزله خوارج که ما تهمت میزنن در حالی خودشون میشناسن و خودشون هستن پس از جوانان ما گولی یولا نخیرین کافر و مرتد و مشرک شمایین عالم ربانی و حقانی عالم متبحر عالمی که از حدیث بخبره تفریقه نمی اندازه در جامعه تو که تقیده درست داری اسکندری مدنی یا عبدالظاهر دایی یا امثال همیا شما که عقیده خوب دارین که ما را می نویسن عقیده بخونیم مولای تاجیکستان عقیده الحمدلله در عقیده استواریم در عقیده محکمیم الحمدلله کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را تلفظ در عائله مسلمان کلام شدیم همین قسال در تاجیکستان عقیده صحیح بود امروز اومد اکس عقیده باطل شد الحمدلله از قدیم از ابو حنیفه رحمت الله علیه پیروی میکنن نماز میخونیم مسجد داریم روزه میگیریم حج میریم امروزه مسلمان از روی ایمان از روی اعتقاد که حج فرضه زیارت رسول خدا رفتن که محبت به رسول خدا خانواده رفتیسن الحمدلله از تاجیکستان ابو محمد مثلا میخواد که مردم تاجیک اول لا اله الا الله فهمند مردم تاجیک اول اشهد ان محمد رسول الله فهمند مردم تاجیک اول سوره فاتحه معناش فهمند اول مشرک بودنش فهمند شرک کفر ترک کنند منهج اهل سنت در همین مسئله میگه ببینید ای مردم ای مسلمان ها بالاخره یک کمی به سوی علم به سوی فهم بیاید آخر ما یک سخن 100 بار نه 200 بار نه به خاطر شما 10,000 بار تکرار کردن با راضی هستیم برای ما مشکلی نیست ما برای شما منت نمیکنیم ای مردم ما به شما منت نمیکنیم نمیگویم که ما این هستیم شما این هستید شما این هستید ما این هستیم ما کردیم نکردید نه یک چیز میگیم منهج یک چیز است تطبیق یک چیز است در مسئله تکفیر منهج داریم یک تطبیق داریم دو تطبیق آدم هایی که ما تکفیر میکنیم بدون ما تقسیم میشود آدمی که کفرش ظاهر است به یوتیوب برآمده خودش ضبط کرده تسجیل کرده گذاشتگی است و همون گپشه میگوید و همه را همین به دعوت میکند و ضد مسلمان ها میجنگد تکفیر این نمود آدمه یک آدمی که آدمی عادی است و هیچ کس وی نمیشناسد آدمی عادی کوچنده راه میگردد هیچ کس وی نمیشناسد مشرک است لیکن جیم میگردد هیچ کس دعوت نمیکند جاهل است اناکنون سه چیز به وجود آمد اولا منهج چیست در تکفیر منهج ما منهج اهل سنت و الجماعه قرآن و سنت همین است که کافر گفتن یک کس را تکفیر یعنی کافر گفتن یک کسی ما میگوییم منهج به یگان آدم تعلق ندارد یگان آدم معین به تعلق ندارد هیچ کس به تعلق ندارد منهج همون چیزی که قرآن و سنت اومد ما میگیم که الله سبحانه و تعالی و رسول الله صلی الله علیه و سلم هر کسی رو که تکفیر کردن ما میگیم یعنی چی کسی که شرک اکبر کفر اکبر کسی که حکم به حکم غیر الله کرد کسی که الله و رسول دشنام داد کسی که بینماز است کسی که مراجعت به محکمه طاغوتی میکنه کسی که دشنام الله و رسول میکنه انا اینها رو ما چی میگیم میگیم که اینها کافر هستند مشرک هستند آیا یگان آدم معین گفتیم یا نگفتیم نه این منهج ما همین است منهج که کسی که شرک اکبر و کفر اکبر کند کافر است این به یگان کس حالی تعلق ندارد
کسی که مشرک نباشد او به ما غضب نمیکند، میگه که خیر بله کسی که مشرک شرک اکبر کرد مشرک است میگه. اکنون منهج معروف شد. منهج این است که کسی که کفر اکبر و شرک اکبر کند کافر است، زیرا که الله تکفیر کرد، رسول الله تکفیر کرد و صحابگان تکفیر کرد. شرک اکبر و کفر اکبر با همراهی اسلام در یک جا آمدنش ناممکن است. کسی که بگوید که نه شرک کفر و اسلام و ایمان در یک جا جمع شدنش ممکن است، اینم کفر است. این منهج است، این یگان کس به تعلق نداره. اما مسئله دوم یک انسانی که شرک و کفر اکبر ظاهر کرد، یا شرک ظاهر یا شرک کرد یا کفر کرد و همین چیزا آشکار کرد، در بین مردم کرد، به ملال همین کار میکند و خودش حق میگه. همین پرچم تاجیکستان خیزوندی هم مردم در همون جایی باور که آبروی تاجیکستان آبروی وطن شید، ملت شید، باور کیف کردن. همه همین مردم و مقامات که جایی در میشناسم نورلو نغزد میبینن کیف کردن. این باید در بین مردم تکفیر کرده شد. این منهج است. منهج همین که انکار المنکر قاعده های خود دارد. منکر اگر آشکار باشد آشکار رد میزنید، منکر اگر پنهان باشد پنهان رد میزنید. آخر یک نفر برآید و بگوید که الله در بالای آسمان نیست، الله در زمین و در درون مردم آمیخته است، بگوید ویدیو به هم نکرده گذارد، من وی رفته گوشش به امری معرفی کنم، چیکار بکنم؟ منهج پیامبر صلی الله علیه و آله نگذاشتن مگر؟ ویدیو کرد، ویدیوش به ویدیو میکنه. برآمد در بالای منبر بین مردم به هزار کس گفت که وقتی که به حج رفتید به قبر نزد قبر پیامبر روید و ای پیامبر مرا چی کنید؟ شفاعت کنید. گفت شرک اکبر در بین مردم خودش به میکروفون گفته شده است، حکم خودش در بین مردم خودش کرد. از این مراد که ما هم در بین مردم میگیم که کافر مشرک است. به مانند حکمت الله کتاب نویس، جوشن امام شمشیری برون از اول تا آخرش کتاب شرکی کفری است. کسی که این کتاب قبول بکنه درست بگه کافر است. در کتابش تمام شرکیات کفریات نوشت و به ملال آشکار برفت. ما چیکار کنیم؟ ما رفته سری قبرش به وی بگیم که تو مشرک هستی، به گوشی بگیم، به گجو بگیم. کتاب نوشت، به کتابش کتاب بنویسیم و در بین مردم میگه. او مولوی معین الدین گفت که مولوی معین الدین میبرد در بین مردم در نماز جمعه میگه که اشاره کردم در کدام جمعه ما و شما بعد اینکه زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم را میکنیم مستحب است که 3 بار طلب کنیم که اسألک الشفاعت یا رسول الله، اسألک الشفاعت یا رسول الله، اسألک الشفاعت یا رسول الله. از قبر پیامبر طلب دعا کنید، بگوید که اسألک الشفاعت یا رسول الله. در بین مردم شرک اکبر دعوت میکنه، کافر است. یک حاکم به مانند حاکم جمهوری تاجیکستان پرزیدنت میگه جنوب عالی خرکله می برایت خودش مسلمان میگه آشکار واضح به حکم غیر الله حکم میکنه. یک گروه معدود زنان و دختران دینداری را نه در باطن بلکه در ظاهر تصور کرده با پوشیدن لباس‌های سیاه و تاریک ارزش‌های فرهنگ ملی ما را پایمال و فضای معنوی جامعه را تیره ساخته ایستادند. حالانکه خدا را با عقل میشناسند و با قلب میپرستند، نه با سر و لباس و ستر و حجاب و سلا و ریش. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علما تنها نهاد صادرکننده فتوا در تاجیکستان طی یک نشست خبری در استانبول ترکیه منع ریش در کشور را تصدیق کرد. این کافر است، آشکار است کفرش. ما اینا بنامش تکفیر میکنیم. یا حاکم یا علمای طاغوتی که طرفداری همین ها میکنند و اهل توحید گمراه میگن، آشکار بنامشون تکفیر میکنیم. اما دیگر آدم های عادی ما از کجا میشناسیم نامی او را ما بگیریم؟ آیا من هر یک درون کوچه دوشنبه بگشتم که 82 به این است، قربالا به این است، صدبرگ به این است، سخاوت به این در است، هیکل تگی بت سامانی به این است، گفتم من نامی هر کس گرفتیم. ما کی نامی هر کس میگیره؟ ما نامی بعضی از خیش و تبار ما فراموش کردیم. اینقدر این گمراه ها ما را از تاجیکستان دور کردن که ما از نام مردم از کجا میدیم؟ ما همین آدم ها مشهور تکفیر کردیم. این منهج است که کسی که مشهور باشد کفر شرکش آشکار کفر شرک کند، آشکار تکفیر میکنه.
کسی که پنهانی کند پنهانی تکفیر میکنه. چقدر طالبین های بودن که ما میشناختیم کفر شرکشون میدونستیم لیکن ظاهر نکرده بودن جیم آرام میگشتیم. بعد از این آمدن دو طرفدار حزبی شدن آشکار تکفیر کردیم. این منهج است. برای همین میگیم که کسی که همین سخن به شما گفته است خطا کرده است، ناانصافی کرده است. ما امروز یک چند آدم ها را میدونیم که کافر است، مشرک است، در تاجیکستان است، لیکن یک آدمی عادی است. برآمدن نگفتیم که در بین مردم. آخر چی فایده دارد به مردم؟ یک انسان بود است نامش قشقربای در فلان دهه کافر است، به مردم چی فایده دارد این چیز؟ مردم میگن خیر قشقربای بود است، به ما چی؟ قشقربای جیم آرام گشت است، هیچ کس دعوت ندارد، هیچ کس نمیشناسد. ما این کارا نکردیم. ما همون آدما را تکفیر کردیم که برآمده مردم گمراه کرده ایستادن. حاجی میرزا یا حکومت طاغوتی یا همین بنام مینیسه این آنه که شب و روز مسلمان ها را برده قوه میکنه یا این کسایی که به سوی شرک دعوت میکنه، شرکشون آشکار است. پیش اینها را نگیرید اسلام چه خیلی میرسونید، اینها را مشرک بودنش نفهمونید. از ما سوال میکنن که انمی ملای معروف ترین به تاجیکستان است. الله در بالای آسمان نیست میگه. شما میگید که الله در بالای آسمان است. چی میگید؟ ما چی گوییم؟ از نظر قرآن میگیم که این آدم الله رسول تکذیب کرد، این کافر مشرک است. اگر همین گپ نگویم ما دویم گپ باید بگیم. بسیاری حزبی ها میگن که خیر یک برادر مسلمانی ما است. اگر برادر مسلمانی ما است از این عبارت که درست است که الله هم در بالا است هم در پایان است، اعوذ بالله کفر است. کسی که این سخن میگه کفر است. بالاخره همین تکفیر کردن منهج دارد. این تکفیر کردن علم میخواهد. این دین علم است. این دین هم تو لبی جوی تاجیکی به شیشته خود به خود عالم نمیشه. آموختن لازم است. شب و روز مشقت میخواهد. بعد از این چیزها را میفهم. بارک الله فیکم برادر. انا من جواب براش بگید ان شاء الله. شما میخواهید که دعوت بکنید و باز زیبا زندگی بکنید. شما میخواهید که تعلیم بدهید و کتیج داشته باشید، جیب داشته باشید، میلیون ها داشته باشید، مرید ها داشته باشید، چگونه ای که صوفی ها و رافضه ها و این مرجئه های خوبسا دارند. اگر حق را میخواهید جمع نمی شود. حق با جیب، حق با کتیج، حق با میلیون ها دلار جمع نمی شود. حق با ابتلا در یک جا جمع می شود. حق را میگویی، دین را میرسانی، بسری تو ابتلا از جانب الله می آید که تو را می سنجد و درجه تو را بالا می برد و آخرت تو را بزرگ می کند.